سلام دوستان، چطور؟ من باچتم به یک ویدیو دیگه چنل یوتیوب ما خیلی خوشمزه اومدیم با دوئل در مپ شیرینه. این دوئل ماجرا داشت. قبل از اینکه ماجرا رو براتون تعریف کنم، لایک، کامنت، ساب فراموش نشه و اون زنگوله بغل بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون بگه باچت ویدیو گذاشته. حالا بریم سراغ این ماجرای این دوئل. اول می‌خواستم پارت 2 ویدیوی اولی که در چنل یوتیوب هم براتون گذاشتم باشه که دوئل با افراد غریبه، ولی این دوستانمون که یه نفر باشه دیگه، ولی این دوستانمون خیلی بخشیدشون گندگویی میکردن خب و میگفتن که تو نوبی و فلان و اینا. منم میدونی که تو این موقع کم نمیارم، گفتم بیاین تک به دو دوئل دیگه. اومدم دوئل باشون، اینقدر هیجان دارم اومدم دوئل باشون. چی جوری زدمشون خودتون نگاه کنید چی جوری زدمشون. اصلا دیگه این گندگویی ها رو دیگه نمیکنن جلوی کسی و با اینکه با اختلاف بالا زدم با اختلاف یکی دوتایی نبود. یا خودتون میبینید دیگه اختلاف چقدره. اولش میخواستم با تو این رو برم جلو دیگه، چون میخواستم اون سطح بازی رو بسنجم و اینجور چیزا. بعد دیدم که در ادامه میبینیم که دیگه دارن از من جلو میزنن. بازم دیگه بعد از همین الان زیلات آماده کنیم دیگه، زیلات دیگه بعد بزنیم دیگه. نمیشه تو هر دوئل یه بار بعد زیلات بیاد این وسط. اینجا من واقعا معذرت میخوام، نمیدونم مشکل خودم گوشیه، هر چی دکمه هیپ فایر رو میزدم جواب نمیداد اصلا، نمیدونم چرا. هرچی میخواستم هیپ فایر بزنم و اینا نشد. یک کیل مفت مهمونشون کردم. Get down, sniper! Taking the lead. Sniper! Get something! Sniper! اینجا دوست آمدم ریلود کنم، بعد یه صدا پا گرفتم. بعد دیدم که اومدم یکم رکب بزنم بهشون که نتونستم، رکب منو نخوردن. Taking the lead. یه لحظه اینجا نکنید دوستم چرا انقدر بیگانه
تندرو اپیک منم به قرآن رحم نکرد. تندرو اپیک رایگان. دوستان من نمیدونم ایشون به چه سطح فشاری رسیده بوده که نمیدونم فشار بوده، نمیدونسته ماشینگان ممنوع اینا، ماشینگان کشیده. با اینکه ماشینگانم کشید من زدم. اینجا من باز ایشون زدم، باز اومدم ریلود کنم، دیدم صدا با میاد. اینا هر موقع من میخوام بیام ریلود کنم صدا پا میگیرن. اینجا دیگه زدمش، اینجا بالاخره ریلود کردم به سلامتی. دوستان اول اینجوری بود که یکی در میون این رفیقامون یکی تومه میشد میومد، یکی دیگه خط میگرفت و با سری بعدی اون یکی تومه میشد، اون یکی دیگه میومد خط میگرفت. Targets in sight. Get down, sniper! دوستان اینجا واقعا نفهمیدم چجوری این شات رو نگاه کنید. اصلا خیلی دوست داشتم، بهترین شات بود که از نظر خودم بود. اینجوری بود که من فقط یهو تیر رو ول دادم، برام مهم نبود، تق تیر رو ول دادم. این یکی اینم نبودستم. Enemy contact. اینجا یه کاراکترم نشد، وگرنه اگه کاراکترم وای میستاد قشنگ یه اسلاید میزدم یه چرخش تموم بود. دوست اینجا اومدم به خودم این چالش بدم، جام شات هیپ فایر، که نتونستم. اینجا رو نگاه کنین فقط، یعنی دوستان من اومدم از اینجا نگاه، از اینجا اومدم برم، نگاه کنین اصلا چه خط سمی گرفت دارم، با اینکه بازم خط گرفتن هر دوتا رو زدم. چه خط، اصلا باورم نمیشد دوتایی یک جا با هم خط بگیرن. انگام یکی جدا یکی دیگه جدا، ولی ماشاءالله سلطان خطگیر خاورمیانه باشه. دوستان اینجا من واقعا چیزی به جز فشار نمیتونم اسمشو بدم. یعنی طرف در این حد فشار خورده که داره با کلت و گان دارن منو میزنن. نگاه کنین، با کلت و گان. بعد تا هم دیگه فشارشون خوابید دیگه داشتن با اسنایپ میزنن. مثل این آدم فشار میخوره معمولا نید میندازه، مثلا یه نایف میکنه بعد میگه آقا ببخشید میگه منو بزنین فلان و اینا. این دوستان گام میکشن، ماشین گام میکشن، اصلا نمیدونم. نگاه اینجا یک کیلم که خوردم با گان، رایگان تقدیم بهشون. اصلا این فاکتور بقیه رو میخوان چجوری جو فرض کنین. نگاه کنین اینجا هم بازم با گان اومد زدم. بعد نگاه کنین این همه گنده گویی میکردم ما میزنیم تو فلان و اینا، این شد نتیجهش. خودتون بدونید، خودتون ببینید، باشه خودتون میدونید، ببینید دیگه. اصلا من نمیدونم چی بگم، شما بگید.
دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید و تا ویدیوی بعد بدرود.